از فداکاری بی‌حد تا بیدار کردن الهه درون. یه زمانی من ملکه راضی کردن همه بودم. همیشه در حال کمک، چون میخواستم همه منو دوست داشته باشن. خب کی بدش میاد که محبوب دلها باشه، مگه نه؟ نمیتونستم نه بگم بدون اینکه یه عالمه عذاب وجدان و خجالت قاطیش کنم. فکر میکردم دارم خدمت میکنم، ولی واقعیت این بود که دنبال تایید بقیه بودم. احساس ناامنی 100%، چون اونقدر نیازهای خودم رو نادیده گرفته بودم که دیگه حتی نمیدونستم کی هستم. مسئولیت هم شده بود برام هویت من، مثل یه قهرمان ولی بدون شنل. و عذاب وجدان، وای که چقدر زیاد. اولویت دادن به خودم انگار یه جرم بود. اما یه روز انگار صدای اون دختر کوچولوی درونم رو شنیدم. همونی که تشنه عشق، مراقبت و آرامش بود. و وقتی که بهش گوش دادم، حدس بزن چی شد. تبدیل شدم به کسی که با عشق عمیق‌تر برای عزیزانم حضور دارم، بدون اینکه انرژیم تموم بشه. با انگیزه تر و متعهدتر به مسئولیتامم، چون دیگه خسته نیستم. یه شادی واقعی توی دلمه، چون دیگه خودم رو نادیده نمیگیرم. به خود واقعیم برگشتم، به اون کسی که واقعا هستم و خیلی دوستش دارم. بهره‌وری، البته خیلی فعالم، ولی از سر اشتیاق، با شعله‌ای که از درون میسوزه، نه از خستگی و اجبار. دلم پر از شکرگزاریه، چون بالاخره با خودم صادقم. خودتو در اولویت بذار، الهه درونتو پیدا کن و ببین که چطور همه چیز تغییر میکنه.